بینندگان عزیز، برنامه امروزه ما درباره رفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت مشکلات خانوادگی. چنانچه در برنامه‌های پیشتر ما یادآوری کردیم که حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حیاتی سرشار از عشق و محبت بود. حیاتش همیشه نشان دهنده دوستی با خانواده بود. حیاتش نشان دهنده همیشه نشان دهنده مهر و محبت نسبت خانوادهشان بود. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که مردم را خاموش کرد و بعد از این از مسجد برآمد و رفت به خانه حضرت ابوبکر رضی الله عنه، خانه پدر همسرش حضرت عایشه رضی الله عنها. اما حضرت عایشه رضی الله عنها پیش از این حادثه، چند روز پیش از این حادثه، از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اجازت پرسیدند که تا به خانه پدرشان، پدر و مادرش رفته و در آنجا بیشتر استراحت کند، و یا اینکه وقتی که زن به خانه پدرش می رود در آنجا احساسی راحت را بیشتر می کند و خود را خوبتر حس می کند. برای همین اجازت پرسید و رفت. و حضرت عایشه از واقعه هیچ خبری نداشته وقتی که رفت به خانهشان. و حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی که به خانهشان رفتند، بعد از چند لحظه، بعد از وقتی که استراحت کردند، مستح به خانهشان آمد و با هم نشستند. بعدا خواست که برای قضای حاجت برآمده رود، چون عموما در آن وقت برای قضای حاجت خیلی دورتر از خانه رفته قضای حاجت میکردند و در راه میرفتند با همراه مستح. مستح گفت که مرگ باشد به مستح. حضرت عایشه رضی الله عنها گفت که آخر چرا این سخنها را در حق مستح میگویی؟ مگر آن از اشتراک کنندگان غزوه بدر نیست؟ چون هر کسی که در غزوه بدر اشتراک کرده است، خداوند تمام گناه‌های آنها را بخشیده است. گفت که ای سودالله، مگر نمیدانی در حق تو چی گفته است؟ گفت چی گفته است؟ گفت تمام آوازه‌ای که و آن تهمتی که در حق تو پهن شده است در تمام مدینه، و مستح هم با آن باور دارد و این تهمت را تصدیق میکند. و مستح به پررگی واقعی که رخ داده است، یا آن تهمتی که در حق حضرت عایشه در مدینه پهن شده است، آن را با عایشه رضی الله عنها نقل کرد. بعد از این وقتی که برگشت به خانه، عایشه رضی الله عنها دیگر چی کردن را نمیدانست. مستقیم رفت به پیش مادرش و از مادرش پرسید که ای مادر، آیا در حق من چنین آوازه، چنین تهمت در مدینه پهن شده است؟ مادرش گفت که بله، اما ای دخترم، باید دانست که مانند طور دختری زیبا دیگر دخترها رشک میکنند و چنین بدگویی را در حق تو میپسندند و چنین تهمت ها را در حق تو حتما بیشتر نشر میکنند. اما این یک نوع چی بود؟ یک نوع کمک کردنی دخترش در این حالت بود. اما نگفت که ای دخترم، آخر چرا تو احتیاط نکردی؟ بلکه با همراه دخترش در این درد و علم شریک شده و خواست که آن را کمک کند تا اینکه بیشتر ناراحت، بیشتر دل شکسته نشود.
اما حضرت عایشه بعد از اینکه از مادرش چنین سخنها را شنید، رفت در خانه در آمده و نشست و گریه کرد. با چنان صدای بلند گریه کرد که حتی پدرش آوازش را در دیگر حجرش شنید و با مادر عایشه رضی الله عنها گفت که آیا از واقعه با خبر شد؟ مادرش گفت که بله. و حضرت عایشه کوشش میکرد که استراحت کند، اما استراحت کرده نمیتونست. هرچه کوشش میکرد نمیتوانست، اما همیشه از چشمانش اشک میریخت و گریه میکرد. بعد از شنیدن گریه عایشه رضی الله عنها، مادرش آمده در پهلویش نشست و با حضرت عایشه یک جا گریه میکرد. بعد از چند مدت پدرش حضرت ابوبکر رضی الله عنه نیز آمده در نزد حضرت عایشه در دیگر پهلویش نشست و با هم هر سه آنها گریه میکردند. چگونه در یک خاندانی که قبل از اسلام چنین واقعه رخ نداده بود، چنین آوازه در حق آنها پهن نشده بود، اما بعد از اینکه بعد از قبول کردن اسلام و نباید که چنین آوازه ها در حق چنین خاندانی پاک پهن شود. برای همین بود که حضرت ابوبکر و مادر حضرت عایشه و خود حضرت عایشه با هم میگریستند. اما این هم یک نوع کمک کردنی دخترشان، کمک کردنی فرزندشان در وقتی مشکلی می باشد. مگر نمیتونست ابوبکر رضی الله عنه بگوید که چرا احتیاط نکردی؟ آخر چرا برای همون گردبند قیمت بهایی که گم شد دوباره برگشتی؟ اگر بر نمیگشتی چنین حادثه، چنین آوازه در حق تو پهن نمیشد. چرا این کار را کردی؟ اما برعکس نه. شریک درد دلی فرزندشان شده با همه یک جایه میگریستند. چون این یک نوع کمک به کی می شود؟ به فرزندشان می شود. این نشان دهنده آن است که در وقت مشکلی فرزندشان را هیچگاه ترک نمی کنند، بلکه کمک کردند که و خواستند که در این درد و الم فرزندشان هم شریک باشند. پس باید همیشه ای مادران و پدران، هر وقتی که چنین واقعه ها نسبت فرزند شما یا که دیگر مشکل ها رخ می دهد، نباید برعکس آنها را سرزنش کرد. باید کار کرد که آنها را کمک کرد. باید کار کرد که شریکی درد و الم آنها شد. برای همین این یک فایده مهم است که برای پدر و مادران در تربیت فرزندان. بعد از مدت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که خطبه‌اش را ختم کرد، آمد به خانه حضرت ابوبکر رضی الله عنه. چون از جوانها مشورت پرسید، از جوانها مصلحت پرسید، از زنها مصلحت پرسید و آخرین کسی که باید از آنها مصلحت پرسد آن خانواده همسرش، خانواده زنش، خانواده حضرت عایشه رضی الله عنها می باشد. وقتی که وارد خانه شد، داخل خانه شد، دید که ابوبکر رضی الله عنه در یک پهلوی دخترش نشسته با هم گریه میکنند و در دیگر طرفش رومان مادر حضرت عایشه نشسته و همه آنها با هم اشک میریزند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نیز نشست و با آنها صحبت کرد و بعد از عایشه رضی الله عنها پرسید. گفت یا عایشه فإن الممت بذنب فإن الله يتوب عليك وإن كنت بريئة فاعلمي أن الله سيبرئك. با عایشه رضی الله عنها گفت که ای عایشه، باید دانست که اگر
چون این خطا از تو سر زده باشد توبه بکن و خداوند توبه تو را قبول میکند. و اگر چون این خطا سر نزده باشد حتما خداوند پاکی تو را اعلان خواهد کرد. وقتی که چنین سخن را از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه شنید، یعنی به معنای آن دارد که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شوهرش به چنین واقعه شک دارد و پاک بودنی حضرت عایشه آیا شک دارد، چنین فکر را کرد و دیگر نتوانست که چی گفتند را نتوانست و به مادرش گفت که ای مادر، اجیبی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای مادرم، جواب پیغمبر خدا را بدهید. مادرش گفت یبنتی ما ادری ما اقول لرسول الله صلی الله علیه و سلم. ای دخترم، من نمیدانم که چی جواب بدهم برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. و به دیگر طرفش نگاه کرده به سوی پدرش گفت اجیب عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی جواب بده ای پدرم و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. پدرش هم گفت که ما ادری ما اقول لرسول الله صلی الله علیه و سلم. ای دخترم، من نمیدونم چی جواب بدهم به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. در همین حالت بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جسمش وزنین شده و عرق از بدنش سر کرد و عرق کرد و آن حالتی که پیشتر در وقتی نازل شدن وحی با چنین حالت گرفتار می شد، با همون حالت گرفتار شد. و حضرت عایشه می فرمایند که من هیچگاه فکر نمی کردم که خداوند در حق من آیت نازل کند. و بعد از مدت وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وحی برای ایشان نازل شد، اولین چیزی گفت ابشری یا عائشه فإن الله برأک. بشارت باشد، خوشخبری باشد ای عایشه برای تو که خداوند پاک دامنی تو را اعلان کرد. و همین بود که تقریبا 10 آیت درباره این حادثه نازل شد. و اولین آیتی که در این باره حکایت کرد، خداوند فرمود که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. آن کسانی که این تهمت و این بهتان را در حق شما روا دیدند یک طایفه می باشند از مردمی مدینه. یعنی خداوند اشاره کرد به منافقان